روزانه 23 فوریه در جمهوری تاجیکستان روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با اشتراک افسران و سربازان، سابقه‌داران قواهای مسلح، کارمندان مقامات حفظ حقوق، رهبران کارخانه و تشکیلات‌ها و ساکنان شهر پنجکند در حدود شهر با تنتنه تجلیل گردید. وابسته به این رئیس شهر پنجکند با همراهی از نماینده رئیس ولایت سوغد عبدالله‌زاده امینجان با قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان قسم حربی 0203 تشریف بردند. نخست کماندر قسم حربی مهمانان را به حاضرین معرفی نموده بعداً عبدالله‌زاده امینجان سخن تبریک رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده را به عسکران و سربازان قسم حربی رسانید. همه سال 23 فوریه روز تاسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در فضای آرام و آسوده وطن و با روحیه بلند وطن دوستی و افتخار از دولتداری مستقل ملی تجلیل می‌گردد. به این مناسبت هیئت شخصی جزو تانهای گارنیزون سوغد و کلی مردم شرفمند ولایت را صمیمانه تبریک گفته در اجرای وظیفه‌های خدمتی، حفظ مرز و بوم سرزمین اجدادی و امنیت دولت جامعه کامیابی‌ها آرزو می‌نمایند. امروز با افتخار گفته می‌توانیم که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رسالت کسبی خود را سربلندانه به جا آورده در تحکیم پایه‌های دولتداری و استقرار صلح و ثبات همچون نیروی توانا و قدرتمندی سهمی باسزا گذاشته ایستاده است. در این باره اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان قید نمودند. اسفران و سربازان شجاع قواهای مسلح کشور و سوگند حربی خود همیشه صادق مانده رسالت فرزندی خود را در نزد وطن مادر و خلق و دولت خویش با سربلندی ادا می‌کنند و تمام دانش و تجربه، ملکه و مهارت خود را به خاطر حفظ دستاوردهای استقلالیت دولتی سفربر می‌سازند. با دستگیری پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان فعالیت قسم نظامی و آمادگی جنگی افسران و سربازان سال از سال تقویت یافته. این نهاد با نفوذ همچون نیروی توانای حربی، امنیت و منفعت‌های تاجیکستان صاحب استقلالمان را سربلندانه حمایت می‌نماید. جواباً به این غمخوری‌ها سربازان و افسران قوای مسلح نیز با رفتار و انتظام نمونوی، با صداقت و سوگند حربی رسالتی پر افتخار خدمت صادقانه به خلق و وطن عزیزمان را با سری بلند به جا می‌آورند. آنها برای حفظ دستاوردهای استقلال، اعتدال وضع سیاسی و نظامی، پشتیبانی صلح و آرامی و وحدت ملی، مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر دسته‌های جنایتکاران همیشه آماده می‌باشند. مردم سربلند ولایت و خدمتچیان حربی جزو تانهای گارنیزون سوغد من بعد نیز در قطار دیگر ساکنان وطن عزیزمان با دستگیری سیاسی سازنده و خیرمندانه پیشوای معظم ملت برای حفظ صلح و ثبات، پیشرفت و شکوفایی و ترقیات منبعدی وطن مادر و عملی گرداندن هدف‌های استراتژیک مملکت سعی و کوشش بیشتر به خرج می‌دهد. بار دیگر همه خدمتچیان جز تمام‌های گارنیزون سوغد، سابقه‌داران و ساختارهای حربی، اینچنین تمام همدیاران عزیز را به افتخار 29 سالگی تاسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک گفته به خاندان هر یک شما صلح و آرامی، خوشبختی در راه حفظ وطن مقدس و اجرای وظیفه‌های خدمتی موفقیت و پیروزی‌ها آرزو مندم. جشن مبارک حامیان شجاع وطن. رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده. پس اون رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده این سنه تاریخی را به کل افسران و سربازان صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته ذکر نمود که در بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی، حفظ مرز و بوم وطن، تامین امنیت دولت و آسایش جامعه، کار و پیکار خدمتچیان حربی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق قابل تحسین و شایسته ارج گذاری می باشد، زیرا آنها در چنین سالهای وزنین مقاومت‌های مسلحانه داخلی
و جنگ تحمیلی شهروندی قرض فرزندی خود را در نزد وطن و خلق کشوری عزیزمان صادقانه و سربلندانه اجرا کرده در زمینه به اعتدال آوردن وضعیت بخصوص پیشگیری جنگ و خونریزی، تامین نمودن صلح و ثبات و مبارزه بر ضد گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی سهم بسا مهم گذاشتند. با دستگیری پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، فعالیت قسم‌های نظامی و آمادگی جنگی افسران و سربازان سال از سال تقویت یافته، این نهادی با نفوذ همچون نیروی توانایی حربی امنیت و منفعت‌های تاجیکستان صاحب استقلالمان را سربلندانه حمایت می‌نمایند. جواباً به این غمخوری‌ها سربازان و افسران قوه‌های مسلح نیز با رفتار و انتظام نمونوی با صداقت به سوگند حربی رسالت پرافتخار خدمت صادقانه به خلق و وطن عزیز را با سر بلند بجا می‌آورند. آنها برای حفظ دستاوردهای استقلال، اعتدال وضع سیاسی و نظامی، پشتیبانی صلح و آرامی و وحدت ملی، مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر دسته‌های جنایتکار همیشه آماده می‌باشند. رئیس شهر با افتخار اظهار نمود که خدمتچیان جزء اتام‌های قوه‌های مسلح مملکت تحت سروری پرزیدنت کشور سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امام علی رحمان منفعت‌های تاجیکستان عزیزمان را سربلندانه حمایت نموده رسالت کسبی خود را به جا می‌آورند و در تأمین زندگی آرام و آسوده، صلح و وحدت کامل، امنیت ملی، یکپارچگی و پایداری نظام دولتداری تاجیکان سهم بی‌نظیر می‌گذارند. با چنین نیت‌های نیک رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق بار دیگر 29مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را به همه حامیان وطن صدقاً مبارکباد گفته برایشان در روح پرشرف و با افتخار حفظ وطن و تامین امنیت دولت و ملت موفقیت‌های بی‌پایان آرزو نمود. سپس سردار اتریاد سرحدی پالکوونیک خورشید شودیف، سرباز قطاری بدیعو محمد علی به سخن برآمده حاضرین را با چنین یک صحنه فرخنده مبارکباد نمودند. در فرجام باشد به چند نفر رتبه حربی مدال‌های جشنی و افتخارنامه‌ها هدیه گردید. بعداً سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا داد. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند، جماعت و دهات‌ها و محل‌های شهر بهر سربازان و افسران دسترخوان عیدانه آراسته شده در فرجام باشد از جانب کارمندان بخش فرهنگ شهر پنجکند چاره‌بینی فرهنگی به نمایش گذاشته شد. مورد به قید است که قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در زمان تأسیس یافت که کشور را جنگ و خونریزی، بی‌قانونی و بی‌حاکمیتی، بحران شدید اقتصادی، وضع ناآرام سیاسی فرا گرفته، نبودن عادی‌ترین تکنیک و تجهیزات حربی، سلاح و مهمات جنگی و کادرهای صاحب اختصاص سر هر قدم احساس می شد. این نهاد قدرتمند کشور از آن روزهای وزنین سر کرده در برقرار کردن ساخت کانستیتوسیونی و حاکمیت قانونی، مبارزه بر ضد دسته‌های مسلح جنایتکار، آشوب‌های خیانتکارانه، کوشش‌های تبادلات حربی خائنان ملت و حفظ سرحد دولتی خدمت فداکارانه را انجام داده از امتحان جدی حیات گذشت. امروز ما می‌توانیم با افتخار و قناعتمندی ابراز نماییم که افسران و سربازان قوه‌های مسلح از بسیار امتحان و آزمایش‌های سخت و سنگین با سر بلند گذشته رسالت خدمتی و کسبی خود را با شرفانه اجرا کردند و ارتش ملی 29 سال پیش تأسیس داده ما حالا به یک ساختاری واقعاً با اعتماد و منظم و معاصر دولت صاحب استقلال تاجیکستان تبدیل یافته است. عجب خوش روی تو کمان بروی تو کل زبای من تو کی را میجویی عجب خوش روی تو کمان بروی تو کل زبای من تو کی را جان لالی لبا برداشت و داما هستی یاری با بیو برکو چمن جانه
ای تیرم کرد پیوسته به زلفیار زنجیرم کرد پیوسته به زلفیار پیچیده شده پیوسته به زلفیار پیچیده شده غمهای زمان عاقبت پیرم کرد غمهای زمان عاقبت پیرم کرده به دردم دوای دارایونه میرنجم شفای دارایونه به دردم دوای دارایونه میرنجم شفای دارایونه شما در کشتن عاشق ریزوه شما در کشتن عاشق ریزوه همه عاشق خدای دارایونه همه عاشق خدای چشمانته همش نظر با یک نگاهی چشمان